میدونی چیه؟ منم مثل تو کلی از این ویدیو انگیزشی دیدم که گل میده توی 30 روز کاملا عوض میشی. اما یه لحظه صبر کن، یه چیزی پشت همه این حرفای قشنگ قایم شده. اونا میخوان تو رو تبدیل کنن به قهرمان داستان خودشون، نه قهرمان داستان خودت. امروز میخوام برات از یه جور دیگه حرف بزنم، نه اینکه چطور باید توی 90 روز تغییر کنی، نه، بلکه در رابطه با اینکه چطور این ویدیوها دارن با اعتمادت بازی میکنن. اگه دوست داری بفهمی چطور داری فریب میخوری و چطور میتونی واقعا تغییر کنی، همینجا بمون. تا حالا شده یه لحظه به خودت نگاه کنی و بفهمی با اون آدمی که توی ذهنت داشتی خیلی فاصله داری؟ نه به خاطر اینکه کم بودی، نه، به خاطر اینکه زندگی و حواس پرتیا و حرفهای بقیه تو رو از خود واقعیت دور کرده. اینجاست که بعضیا یه تصمیم جدی میگیرن، نه قایم میشن نه فرار میکنن، فقط برای یه مدتی صدای دنیا رو کم میکنن تا صدای ذهنشون رو واضح‌تر بشنون. گاهی برای تغییر واقعی لازم نیست همه جا باشی، لازم نیست همه رو راضی نگه داری، لازم نیست هر روز به بقیه ثابت کنی که داری پیشرفت میکنی. اینجا دیگه بحث فصل و چالش 30 روزه و 90 روزه نیست، یا مثلا تا عید 1405 این تغییرات رو بکن، نه. بحث یه انتخاب جدی برای زندگیه. این مسیر سن نمیشناسه، جنسیت نمیشناسه، بهانه نمیشناسه. توی همه ویدیوهایی که در رابطه با این داستان دیدم یه چیزی مشترک بود. همشون روی دور شدن از حواس پرتی‌ها و نزدیک شدن به خود واقعی تاکید داشتن. روی ساختن عادت‌هایی که شخصیت میسازه، نه فقط انگیزه کوتاه مدت. روی اینکه به جای حرف زدن و نمایش دادن آروم و متمرکز کار کنی و اجازه بدی زمان خودش نتیجه رو نشون بده. و اینجاست که میرسیم به سوال اصلی. اگه همه این حواس پرتی‌ها رو کنار بذاریم، اگه واقعا تصمیم بگیریم یه مدت فقط با خودمون باشیم، اولین قدم دقیقاً چیه؟ از کجا شروع کنیم که این بار مثل بقیه دفعه‌ها بعد 3 روز رهاش نکنیم؟ پاسخ این سوال رو قرار ویدیو بعدی بگم، ولی یه نکته کوچیک رو به همینجا بهت میگم. قدم اول، نه برنامه سفت و سخت 100 روزه، نه خریدن یه عالمه کتاب توسعه فردی.